سلام به دوستان عزیز و دوستداران نجوم آسمون شب. میخوام درباره شفق قطبی صحبت بکنم که یکی از پدیده‌های خیلی زیبای نجومی هستش که از روی سطح کره زمین قابل مشاهده است. متاسفانه از همه جای زمین قابل مشاهده نیست، فقط از دو تا قطب زمین شما میتونید ببینید در مدارهای قطبی و در واقع یک صحنه‌های زیبایی مثل این چیزی که تو همین شکل می‌بینید درست میکنه، انگار که شما رنگ پاشیده باشید تو صفحه آسمون. بسیار زیبا هستن این شکلایی که متنوعی میتونن داشته باشن. میتونید ببینید مثلا این سمت چپ در واقع چقدر کشیدگی داره و در واقع سمت راست رنگش حتی میتونه قرمز و آبی باشه و در عمق جو در واقع کشیده میشه. خیلی خیلی عظیم و خیلی قشنگ هستن. از خارج از جو هم میتونن ببینن، مدارگردها ازشون فیلم گرفتن. سمت چپ شما میتونید در واقع قطب جنوب رو ببینید که حالت حلقوی در دورش شکل گرفته از شفق. سمت راست شما قطب شمال هست، نزدیکای قطب شمال هست که شفق قطبی بالای یک شهر در واقع اتفاق افتاده. شما میتونید ارتفاعش رو قشنگ از اینجا ببینید. این در واقع همونطور که می‌بینید معمولا به صورت حلقوی اتفاق میفتن. تو بین مدارهای 65 درجه و 75 درجه عرض شمالی یا جنوبی اینا بیشتر دیده میشن. شروعشون فاصلهشون از مرکز قطب حدود 1500 کیلومتر هست. از اونجا به بعد شما میتونید ببینیدشون. یه فیلمی هم هستش که آژانس فضایی اروپا درست کرده از ایستگاه فضایی بین‌المللی. یکی از فضانوردا تایم لپس درست کرده، از قسمت شب وارد شفق میشن. شما میتونید ببینید که ضخامت شفق در واقع چقدر هستش. از حدود 100 کیلومتری سطح زمین شفق درست میشه تا میتونه به 700 800 کیلومتری هم برسه، بنابراین خیلی ضخیم هستش. و اینجام که میبینید دیگه وارد قسمت روز داره میشه و دیگه ما نمیتونیم شفق قطبی رو ببینیمش. چرا رنگ‌های مختلف داره و اصلا چرا تابش به وجود میاد؟ سه تا رنگ اصلی هستش و این در واقع به خاطر تابشی هستش که جو برانگیخته انجام میده. یعنی مولکول‌ها و اتم‌های جو که بیشتر نیتروژن و اکسیژن هستن، اینها برانگیخته میشن و این رنگ‌ها رو میبینید. رنگ سبز مربوط به مولکول اکسیژن هست، قرمز اتم اکسیژن و آبی هم مربوط به مولکول نیتروژن هستش. حالا چرا اینها برانگیخته میشن؟ ما همونجوری که شب آسمون نگاه میکنیم که آسمون برانگیخته نمیشه که از این رنگ ها ازش بیاد. اینا به خاطر اینه که در واقع یه سری ذرات باردار با انرژی بالا دارن به اینها حمله میکنن، از فضا دارن وارد میشن. وقتی میگم ذرات باردار منظورم پروتون و نوترون های پر انرژی هستش که از فضا در واقع وارد جو اطراف قطب میشن. خب حالا این های ذرات الکتریکی باردار از کجا دارن میان؟ اینا معمولا منشأشون خورشید هست. خورشید، فوران‌های خورشیدی که از کرونای خورشید در واقع نشأت میگیره باعث تولید باد میشه، باد خورشیدی. و این در واقع باد خورشیدی چی هست؟ یه مقداری از پلازمای خورشید هست که از خورشید کنده میشه و در فضا در واقع رها میشه و تا فاصله دور تا مرز منظومه شمسی حرکت میکنه. سرعتشون فراسوتی است، خیلی سرعت زیادی هستش و اینها در واقع حاوی پلازما وقتی میگیم یعنی که باز پروتون هستن و نوترون، ذرات باردار هستن. عناصر در واقع هسته‌های عناصر سنگین‌تر هم توشون هست. خب این عکس خیلی عکس قشنگیه. شما میتونید تصویر اطراف خورشید که همون تاج خورشید و این تلالوی اطراف خورشید هست رو ببینید، یا همون کرونا. اون اسم اون ویروس رو زیستشناسا از رو خورشید گرفتن گذاشتن کرونا و من واقعا نمیدونم چطور اینا همچین کاری کردن به خورشید، برای اینکه خورشید به این قشنگی و اون ویروس اونقدر نامرد. دیگه حالا در ذهن زیستشناسان و ویروس شناسا اون لحظه چی میگذشته که این اسم گذاشتن، حداقل منجمین ازش خبر ندارن. به هر حال حالا درسته این خیلی زیباست ولی این باد خورشیدی یه مقداری ناجوره برای زمین. چرا ناجوره؟ اول اینکه خیلی میتونه سریع باشه، از 250 کیلومتر بر ثانیه میتونه سرعت داشته باشه تا بالای 1000 کیلومتر بر ثانیه. بنابراین وقتی سرعت زیاده انرژیشون هم زیاده، یعنی و این ذراتی که درسته که باردارن ولی انرژیشون هم به خاطر این سرعت زیاد نسبت به زمین میره بالا. و دیگه وقتی به اون سرعت‌های نزدیک 1000 کیلومتر میرسه دیگه باد نیست، دیگه این طوفانه، دیگه وضعیت ناجوری میشه. اینا اگه با این سرعت با اون وضعیت برسن به جو، در واقع جو رو کلا تخریب میکنن. جو از بین میره، مولکول‌های جو تیکه پاره میشن، از بین میرن، الکترون‌هاشون ازشون کنده میشن. مثلا لایه اوزون
وجود نخواهد داشت و لایه اوزون محافظ در مقابل تشعشع فرابنفش خورشیده و اگر ذرات فرابنفش خورشید به سطح زمین برسند فاتحه حیات خوانده است و دیگه موجود زنده‌ای رو زمین نخواهد موند. اما ما میدونیم که 4.5 میلیارد ساله که زمین و خورشید و اینا همه هستن و حیات هم هست و هیچ اتفاقی نیفتاده. چی شد پس این باد خورشیدی داره چیکار میکنه مثلا؟ جواب اینه که خب زمین داره محافظت میشه جلوی باد خورشیدی. کی این محافظت رو انجام میده؟ میدان مغناطیسی زمین. زمین مثل یه آهنربای گنده اطرافش میدان مغناطیسی هست. حالا این میدان مغناطیسی از کجا اومده؟ اونم به خاطر در واقع فعالیت‌های مرکز زمین هستش که جریان‌های الکتریکی اونجا هستن که این میدان مغناطیسی درست میکنه. حالا اگه مزاحمی اطراف زمین نباشه، یعنی که نه بادی باشه، نه بورانی باشه، نه طوفانی، پلازمایی چیزی اینا نیان، اینا باد اینا میگم بیرون جو، منظورم باد داخل جو نیست، تو فضا، باد خورشیدی، پلازمایی که از خورشید میاد، اگه اینا نباشن میدان مغناطیسی زمین یه حالت متقارن داره مثل این شکل، یعنی سمت چپ و راستتون شبیه همه شدت میدان مغناطیسی متقارن هستش. اما در اثر وجود این باد خورشیدی میدان مغناطیسی زمین دفرمه میشه، یه دماغ پیدا میکنه سمت روزش، اون سمت خورشیدش که در واقع فشرده میشه میدان مغناطیسی و از اون سمت کشیده میشه و این در واقع به خاطر باد خورشید هست که این ریخته میشه، این دفرمگی پیش میاد. این شبیه چیه؟ مثلا میتونیم بگیم باد خورشیدی، حالا درست که پلازماست، میتونیم بگیم مثلا شبیه جریان آب یا شبیه جریان باده و اینجا این مثلا این کشتی، دماغ کشتی مثلا زمینه، اون باد خورشیدی اون آبی که داره میاد، اگه کسی سوار کشتی شده باشه اون دماغ کشتی یا دماغ یه قایق خیلی بزرگی رفته باشه، میبینی یه حالت کمانی درست میشه جلوی در واقع کشتی. حالا اگه وسایل پیچیده‌تری داشته باشیم مثل ناسا که مثلا تونل باد داشته باشه و یه گلوله رو توش شلیک کنه مثل این عکس سمت راست و بعد ازش عکس بگیره، این گلوله سرعتش از سرعت صوت تو محیط بیشتره، میبینید که یه موج کمانی، یه در واقع شوک کمانی درست میشه جلوی این گلوله و این شوک کارش چیه؟ این سیال که میاد میخوره، این هوا یا آب یا هرچی اینا میاد میخوره به این شوک در واقع سطح شوک میرسن، پراکنده میشن به این کمان شوک کمانی که میرسن کمونه میکنن و نمیرسن به این موجودی که اینجا هست. این شبیه همین اتفاقیه که در واقع بین باد خورشیدی و میدان مغناطیسی زمین میفته. زمین شما میتونید فرض کنید که مثل یه آهنربای یه موجود ثابت مغناطیسی است، مثل اون کشتیه، این آب هم داره همینجوری میاد که این باد خورشیدی است و در واقع یه دونه شوک کمانی میدان مغناطیسی جلوی این حرکت باد خورشید درست میکنه و اینا کمونه میکنن، به زمین نمیرسن، پخش و پلا میشن میرن این ور اونور. اون مقدار کمی هم که میرسه، اولی که انرژیش میاد پایین، سرعتشون کم میشه، آروم میشن، آروم و بعد اینکه دماشون هم یکم میره بالاتر اونها هم، ولی دیگه خطری ندارن، هدایت میشن سمت قطبای زمین. حالا تو شکل بعدی میبینیم. و یک چیز جالب دیگه که در اثر این برهمکنش این باد با میدان مغناطیسی زمین اتفاق میفته که میدان مغناطیسی دو تیکه میشه، یه تیکش میاد قسمت روز، یعنی درست در مقابل خورشید و اونجا اون سپر رو درست میکنه، یه تیکش هم میفته اون ترک دوم کشیده پیدا میکنه، این وسط یکم سوراخ میشه، یه فاصله پیش میاد بین شب و روز برای میدان مغناطیسی، یعنی قسمت روز میدان مغناطیسی و قسمت شبش که بهش میگن کاسپ. این قیفا رو میبینین اینجا میدان مغناطیسی ضعیفه، خیلی زوری نداره، برای همین یه سری از ذرات باد خورشیدی هم از اونجا از اون قیفه میان و ته قیف کجا میرسه؟ باز میرسه به قطبا، وسطای زمین بنابراین خبری نیست، هرچی داستانه تو قطبه. این شکل مثلا یکم به شما ممکنه بهتر نشون بده. دوباره این ذرات باد خورشیدی دارن میان، این شوک موج کمانی هستش، این چیزی که شما اینجا رو میبینید. بعدش غلاف مغناطیسی است که این ذرات میبینید اینا داشتن مستقیم میومدن ولی خب همه پراکنده میشن به اطراف زمین، به زمین نمیرسن. اون مقدار کمی هم که میرسه گفتم انرژیشون میان پایینتر، یا اینا میدان مغناطیسی این دایره یا گیر اینا میافتن و اینا باز هدایتشون میکنن به سمت قطب‌ها، یا اینکه از توی این در واقع قیف که در واقع سوراخ میدان مغناطیسی است از اینا میلغزن و میان میتونن نزدیک جو بشن. ببینید فاصله این یارو کمان موج شوک کمانی تا زمین حدود 90,000 کیلومتره
و خود جو زمین اونجایی که دنس میشه و اینا حدود مثلا 1000 کیلومتر، یعنی برای این فاصله زیاده. بنابراین اینجوری میشه که این همه موجود خطرناک، ذرات خطرناک، باد خورشیدی به سمت زمین میاد، طبیعت زمین اینا رو پراکنده میکنه، مقدار کمیشون رو اجازه میده بیاد و از اونها یه اثر هنری میسازه با رنگ‌های خیلی قشنگ در قطب‌ها که شما میتونید عکساشو نگاه کنید یا اگه امکانش باشه برید اونجا ببینید و کیف کنید و اصلا دنیا رو فراموش کنید. این اتفاق فقط برای زمین نمیفته، همه کرات آسمان که میدان مغناطیسی دارن در واقع و در معرض باد خورشیدی هستن، شفق قطبی درشون تشکیل میشه، مثل کیوان اینجا در سمت چپ و مشتری در سمت راست. این هم تو واقع یه بزرگنمایی از همین بالای مشتری هست. اینا رو هابل گرفته، منتها اینا در فرابنفش هستن، با دوربین فرابنفش گرفته، تو طول موج مرئی نیستن. با تکنیک‌های ایمیج پروسسینگ رنگ بهشون دادن که ما در واقع میتونیم ببینیمشون. خب امیدوارم که جالب بوده باشه براتون شفق‌های قطبی و خوشحال میشم که اگه دوست داشتین ثبت نام بکنین در این کانال یوتیوب و حتما نظراتتون رو به من در این مورد بگین. امیدوارم به زودی درباره یه پدیده دیگه با هم صحبت بکنیم. خوش و سر حال باشین.